ساتور تورسون قصه سنگ در بغل به طوفان. درود شنونده های عزیز، به توجه شما قصه سنگ در بغل به طوفان از نویسنده خلقی تاجیکستان ساتور تورسون از سلسله خوانش بدیعی. آغاز گفتار یکم. هر دم جریانش را تغییر داده، بعضا یک بار فرو نشسته، دو شب و دو روز باز تنباد میوزید و گاه قطع گردیده و از نو شورش کرده برفی ریزه میبارید. صخره‌های بیشمار کوه فرهاد و تل و پشته‌های دامن آن که تا به کنار دشتی نه چندان بزرگ طول میکشیدند، سراسر به کوپه برف پیچیده به دیدن سرد و هولانگیز میتافتند. دشت هم تا جایی که چشم میرسید سفید، بدقهر و بیگانه بود. در سطح آن 1-2 ساعت این جانب باد رهگم باز پس خروش کرده خود را تند و تیز به هر طرف میزد و سد سنگین کوهی بلند را شکسته نتوانسته یا به کدام سبب تا آخر دشت نرسیده، گویا از ناعلاجی باشد بیش از پیش در غضب میشد، پیچ و تاب میخورد، صفیر میکشید، حتی گرگوار موله میانداخت. باری چندم بود که برف زهرمند جولانگه خود را به دست باد سپرده تدریجاً از دمش میگشت. آسمانی پست و در نظر میغالود به این همه بی اعتبار نمیگریست. رشاد از شورش باد دیگر بی‌طاقت شده بری پوستین را از بالای سرش برداشت، یک خمیازه کشیده و از نیم پهلو گشت و همین طور مدت بی حرکت خوابیده نهایت چشم گشاد. اول به آتشدان نگریست. در جای چوب و چخس و سرگینی که سحر افروخته بود تنها خاکستر باقی مانده است. از سقف از روزن کلبه نیمتاریک به سر آتشدان ذره ذره برف ریخته، کمی باشد هم گرد آن را سفید میکرد، فقط گردش را، زیرا خاکستر هنوز گرمی داشت. آب قمقان نیز یقین سرد نشده است و البته رشاد میتواند حالا چیزی بخورد. با وجود این علو کردن در کار از دل گذراند او و پیلکی چشمانش را به پشت دست مالیده به سراسری کلبه سنگین بی دماغ نظر دواند. یک ستیل پچق، 2-3 مشک خالی که خشک شده در کنجک بالای هم خوابیدند، در بون دیوار 10-12 کدو و یک ته پوست گوسفند، عیل و پالان خر، کمان، فانوس و یک خورجین علا که به 3 میخی بر دیوار آویزانند. در پایگاه موکی و موغیانی، خلچوب و چند تایق زرنگ. در کنج دیگر 4-5 کاسه طبق چوبین و نهایت در پیش در یک سگ زرد. دورتر از درزه هیزم و سرگین گاو در روی قدر خس کلوله شده خوابیده است جانور. از راههای دری فرسوده دم به دم نفس سرد باد زده می درآید و پیلکی چشمانش را به پشت دست مالیده به سراسری کلبه سنگین بی دماغ نظر دواند. یک ستیل پچق، 2-3 مشک خالی که خشک شده در کنجک بالای هم خوابیدند. در بون دیوار 10-12 کدو و یک ته پوست گوسفند،
عیل و پالان خر، کمان، فانوس و یک خورجین علا که به 3 میخی بر دیوار آویزانند. در پایگاه موکی و موغیانی، خلچوب و چند تیاق زرنگ. در کنج دیگر 4-5 کاسه طبقی چوبین و نهایت در پیش در یک سگ زرد. دورتر از درزه هیزم و سرگنگاه در روی قدر خس کلوله شده خوابیده است جانور. از راههای در فرسوده دم به دم نفس سرد باد زده می درآید. رشاد چشم از جانب سگ نکنده فرصتی به خیال رفت و این وجودی وفادار و زیرک را هنوز در بچگیش از یک چوپان قنقرات تلبیده به دست خود کلان کرده بود. زود می گذشته از شب و روز پروردگار. هر نگفته از آن ایام 4 سال پشت سر شد. در بدل این 4 سال که حالا به پنداشت رشاد هم بسیار طولانی و هم بغایت کوتاه میتابند، نهایت با عقل، هوشیار و در مناسبت با وی بی‌حد مهربان بود جانور. از چنگی چی بلاهای او را ایمن داشت. شبهای دراز زمستان در اطراف رمه گشته چی بیخوابی ها میکشید. به چی گرگانی باران دیده میدان گرفته چی طور همیشه غالب می آمد. ولی صد افسوس امروز انا بدام کدام بیماری قتال پیچید. اول کم کم طولک شده به موی غفص جلادارش فتور رفت. بعد چشمان روشنش گویا ناگهان تیره گردیده آهسته آهسته به پوست و استخوان تبدیل یافت. دویدن یک طرف ایستاد اکنون و این نمی توانست حتی به گشت 2 سگ دیگری رشاد برابر پای ماند. کنده کنده می سرفد و در زیر آب و عرق تر شده خود را از همجنسانش بی‌حالانه کنار می گیرد. به نظر چنین می آید که از آنها بسیار شرم می دارد. شرم داشته ناعلاج تا به گوشه خزیده چشمان آبروش پوشیده و در گلویش آماس غصه بیشتر خواب می رود. یا که می داند این دنیای روشن را نبینم و نسوزم گفته شاید خود را به خواب می زند. بله، عاقبت بیمار شد سگش. افگار و افتاده شد. هوا اگر خنک باشد رحمش آمده رشاد وقتهای آخر جانور را در کلبه جای می دهد و هرچند خار و مال و نگاه و بین می کند بهبودی نمی بیند. روز به روز حال این مخلوق خدا بدتر می گردد و بهتر نه. از خیال صاحبش گویا پی برده سگ کنده کنده با عذاب سرفید. بباک؟ ها بباک. اول آهسته سپس بلندتر چند بار صدا داد رشاد. اما وی یا نشنید یا مدارش نبود که سر نبرداشت، حتی چشم نگشاد. همچنان غنچه شده ضعیف و ناجنبان میخوابید جانور. در دمی رش باد سرد که از راههای دری ویران زده می‌درآمد، موی تنکش به جنبش آمده احتمال بیشتر خنک می‌خورد. رشاد از وی به خاطری پریشان چشم کنده پوستین را از بالایش گرفت، کرپه را نیز به یک طرف تیله داد و در جاگهش خیسته پوستین را بیشتر کشیده و آهسته به کتف انداخته در روی پوستک نیمقاق که از مغز آن آمیخته به هم بوی غلیظی چنگ و زهمی آمد فرصت نشست. تبش خیره بود. به ابروان سیاه اندک غفص و به زیب او گره افتیده چهره گندمگونش در میان کلبه نیم تاریک خیلی تیره میتافت. 3 روز این جانب علل خصوص شب گذشته و از سحر تا عین زمان خیال رشاد به هر سو دکه میزند و چنین وضع او بی سبب نیست. صابر یگانه دستیارش 5 روز مقدم به دیه رفته تا حال برنگشته است و از روی وعده باید 3 روز قبل می آمد. نخواد به یگان بلا گرفتار شده باشد. جوانی با عقل، صابر، پخته، با کار و کردار خود هوشیار. باز که می داند عالمی حدیث گفتند هوا ویران، راه هم چندان نزدیک نی. بر زمین این عینی مستی و تاخت و تاز گله گرگان.
در هر صورت به آسیب برگردد کفایه. بگذار به هیچ گونه خوردنی پیدا شود. برای رشاد کرته ایزار تازه نیز نآرد، ولی صحت سلامت آمده از نو در پهلوی او قرار گیرد. خود همین دولت کلام. فکر و خیال رشاد از یک جهت بسابیر بند باشد، از جهت دیگر چون کرمی درخت که اصل آرامی ندارد بر رحیم اکبر می پیوست و پیش این درد کهنه را بستن، این علم وزین را فرو بردن کار آسان نبود. به هر حال اگرچه 9 سال باز سخت می کشید، ساعتی باشد هم رشاد نمی توانست دلش را روشن دریابد. وجودی او مدام نالیده، برگ و پیوندش گویا سوزن می خلید، زهر می دوید و گمانش که همه خونی بدنش، همه مغز استخوانش آلوده می شدند. باطنش را به مانند ابر غم زود زود سیاهی گرفته، گاها بسیار می ترسید مبادا که به این درد و داغ تاب نآورده آخرین مهرش را نیز در نسبت زندگی بای داده به جان جوان خود قصد کند یا در بلای دیگر پیچد. رشاد به اختیار چشم به خاکستری آتشدان دوخته، در بیخ گوشش اولاس باد سرسان یک آه کشید. الا چیست که روزهای آخر وی باز در قبضه چنین حالت ناخوش می تپد و مثل آدمی مارگزیده از نو پیچ و تاب می خورد و نمی داند وسوسه به دلش ره یافته را چه طور بیرون اندازد. درد و علم و 9 ساله احساس خاری و زلالت خود را چه طور فرو نشاند. سگ به زور جنبید و فوکش را قدری برداشته باز کنده کنده سرفید. شوشش قریب به دهان رسیده، این دفعه دور و دراز سرفید. از راههای در همچنان نفس باد تیز در آمده، هوای کلبه سنگین را بیش از پیش سرد می‌گرداند. رشاد دست یازانده قمقان را از روی خاکستر گرفت و از آن به یک کاسه چوبین آب شیرگرم ریخته دسترخوان گشاد. به کاسه نان ریزه کرد و به نانی تر 4-5 برده گوشت یخینی سیر روغن خورده، از بالایش آب نوشیده نفسش را تا اندازه آرام نمود. دسترخوان را به باقی مانده نان و پاره های گوشت غم داشته در جایش گذاشت و خیال و خاطری آشفتهش همان بیلجام دست بریش و مویلبی قیرگونی کوتاه قیچی زدهش برده از نو چشم به خاکستر دوخت. یگان یگان ذره های رقصان برف چون پیشتره از روزن فرامده آهسته به گرد آتشدان نشسته غش او را می آوردند. علاو کردن لازم گشته از دل گذران رشاد و در صورتی که پوستینش حالا هم به سری کتفان فراخش بود تا پایین جاگه لغزیده، به پایهایش از بالای پیتابه پشمی تا قریب زانو باز یک قبط پیتابه پیچاند. موقیانی پوشید که آن را تیر ماه پارسال از تکگی خوب کرمک خورده به قوت مخصوص برای خودش دوزانده بود. سپس برخاست و پوستین را نیز پوشیده کمرچه هایش را محکم بست و ریش و مویلبش را بدون اختیار دوباره مالش داده گوشک های تلپکش را فرو آورد. از میخ بری دیوار کمان را گرفته به سر کتف چپ انداخت. نهایت در پایگاه کلبه خم شده یکی از تیاقهای غرمدار زرنگ را برداشت و گویا به کدام اندیشه رفته لحظه‌ای به سگ نگریست که همچنان به خود پیچیده میخوابید. بباک ها بباک. جانور این دفعه چشم گشاد. غم نخور بباک، خدا خواهد باز به پا میخیزی، باز به من از پی رمه میگردی، جولان میزنی. از دیدگانی به مثل گلی ورتاج زردش آب رفته سگ یک نالش پست برآورد. به نظر چنین مینمود که وی گریه دارد، حسرت میکند. به حساب است نشیب و فراز دنیا بباک. حال من هم خوب نیست، من هم درد میکشم، عذاب میبینم، لیکن چی علاج؟ تاب آوردن لازم. رشاد پشت و پهلو
و سر و روی سگ را با مهر نوازش کرده آهسته به پا خیست. من از گوسفندان یک خبر گرفته زود می آیم. آمده به تو اطاله پخته می دهم. گویا به معنی رضایت باشد جانور چشم به هم نهاده بیشتر کلوله شد. رشاد از دو خط آبی دیده‌ای که به دو بری فوک وی شیری جاری گردیدند دلش به در ته نشسته دری کلبه را گشود و هنوز به آستانه قدم نگذاشته به درون کلبه باد تند حمله آورد. قریب بود که دمی تیزی آن تلپکش را از سر برد. بنابراین او فی الحال بیرون آمده در را از پشتش محکم پوشید و از سفیدی بی انتهای اطراف چشمانش خیره شده در نزد کلبه غیر اختیار توقف نمود. پس از لحظه تیاق را زیر کش گرفته گوشک‌های تلپکش را در تک منه به هم بست. تسمه کمان را به کتفش درستر خواباند و رویش را که حالا از تأثیر ناگهان سرما قدر سوزش می آورد به کف دست مالیده بر دم پیش رفت. اگر باشد قوره گوسفندان از کلبه تخمینا در مسافه 200 قدم واقع بود. برف از شستش گشته قریب نمی بارید و اینک اطراف کاملا در تصرف باد طوفانی قرار داشت. گویا ره گم زده از چپ و راست می وزید دمی دی. گویا چی کار کردن را ندانسته از زور غضب پشتک می کشید، نوله می انداخت، به اولاس می آمد. رشاد در میان همین شورش گاه گاه کلویده و به دشواری قدم مانده از دل می گذراند که واقعا صابر چطور می تواند برگردد. وی بیهوده از او رنجید. نه آمدنش 1000 بار بهتر. در چنین باد و هوا آسان نیست راه پیمودن. از 10 کس 1 کس به منزل می رسد. بگذار 2 نفر هستند، 3 نفر، 7 نفر، اما نه همیشه وقتی کست می تابد. بله، ناآمدن صابر اولاتر. در عکس حال هیچ جای بحث نیست که در محیط این طوفان شدید راهش را گم کند یا تاب و توانش رفته قربان سرما شود یا خود به گله گرگان چیلمست واخورده مفتلا گردد. رشاد آخر به 28 قدم گذاشته تا کنون ندیده است که برف و باد به مانند همین 2 شبانه روز تند به قیام آمده باشد. زمستان امسال زمستان نه، بلای معلق شد، وبا شد، طاعون شد. 1-2 هفته قبل نیز هوا گزنده بود. چندین گوسفند تپ تپ افتیده مرد. حالا قریب تمام رمه از گوشت فرآمده است. بسیاری از میشها یا کسلند یا از لاغری و بیقوتی به زور میگردند. پگاه چه خیل به چرامی برایند آنها؟ چطور با کدام مدار غذا یافته میخورند؟ وقتی طولگیری فرا رسد به سر او، به سر رشاد باز چه روزهای سیاه می آید. نهایت چی فکر دارد این رحیم اکبر؟ بیش از 1 ماه می شود که برای چی حتی سورابش را نشان نمی دهد. از افتکار وی بغیر از خانه و در و زن و فرزند خود دیگر تشویشی دنیا را نمی شناسد. البته چی در کار دمغسه زیادتی، آرام و آسوده باشد، سیر و پر باشد کفایه. از پول و مال نیز کمی ندارد. باز چی لازم؟ به نامش مرد. اصلا همین است دولتی بزرگ برای هر انسانی با عقل. از آن که خواه یا ناخواه رحیم اکبر را از نو به خاطر آورد. غشش آمده بلکه دلش چون در اسکنجه فشرده شده رشاد به زمین برف پوش غضب‌آلود تیاق زد و دمگاه قوره رسیده 4 کنده کلان کلانی
به پایین پنجره‌دار بلند تکیه گذاشته را دو دسته به یک طرف کشید، غلقه را نیز از دهان در گرفت. بعد پله آن را کمی کشاده به درون قدم ماند و گشته از پشت خود پوشید. غلقه را از نو به جایش گذراند. دو سگ دم گوشهایشان بریده توشدار که در تک الاهیده شپنگ پستک بر روی پخال قفس می خوابیدند، دندان ساویده جسته به پا خیستند. ولی هر دو هم زود صاحبشان را شناخته فوراً آرام شدند. یکی باز در جای خود دراز کشیده سر به پشت دستان به قوتش گذاشت. دیگری که چون بیباک در ایام صحتیش گرگ انداز بسیار ناترس بود، دم لیکانده به پیشواز رشاد آمد. چه حال داری مله؟ سگ تنی خود را به دامن پوستین وی مالیده، گاه موغیانش را بوییده و گاه سبوک بالا جهیده مینگاه زنان شادمانی میکرد. گوش نمانده البته، خنک هم خوردگیستی. چی جواب ده جانور؟ فقط در گرد صاحبش پروانه میشد، پیچ و تاب میخورد و یک زبانی بی زبانی که برای هر 10 مرد فهماست خرسندی خود را بیان می داشت. از مهری گرگنداز گره دلش قدر سست گردیده رشاد وی را از شانه هایش بی آزار و پیش تیغه داد. خواب برو، خواب کن. بعدتر من به شما خوراک میارم. ها برو. سگ اطاعتکارانه همانا رو به جانب شریکش نهاد و رشاد کمان به کتف و در دست تیاق به طرف شپنگی نیز پست اما دراز نیم دایره که به دیوار سنگین و مستحکم قوره می چسبید قدم پرداخته رفت. شبهای زمستان مخصوصاً در ایام سرماهای سخت رمه در زیر همین شپنگ می خوابید. با وجود آن که باد سرد در بیرون اسیان داشت، درون قوره بگذار کمی گرمتر می نمود. زیرا دیواری به هر نوع بلند سدی با اعتماد گردیده طوفان نمی توانست در اینجا طبع دیل به جولان آید. باد البته دم به دم از بالا سر خلانده در صحن قوره نیز دیدویی میکرد، ولی نه به آن تندی که در بیرون در دشت هموار نشان میداد. حالا در زیر شپنگ قریب 200 گوسفند قسمی به یکدیگر جفت شده، قسمی سر به تگ شکمی همدیگر خسته از سرمای قتال آن روزها پناه می بردند. رشاد چند دقیقه در بینشان گشته پشت و پهلوی بعضی از آنها را خارمال کرده به خود اندیشید که اگرچه وی هنوز ناامید نشده است، وضعی تباه دارند. جانورها لاغرند، بیش از نصفشان کسلند. کاش که زیاد بچه نپرتافته بدم یگان لنگ نپیچیده تا به سبزه بهاران می رسیدند. سخت آمد امسال زمستان. بالای سوخته نمکاب خس و خاشاک را هم خیلی کم ذخیره کرده. رشاد از تک شپنگ بیرون شده به دیگر جانب قوره رفت و در آن کنار دری خسخانه را کشاده به پیش گوسفندان هر جا تخمین 15-20 بغل خاشاک آورده پرتافت. بوی علف خشک که آمیخته به چند صحرا بلند می شد در این سرمای طاقت شکن به دماغ او عجب تیز و در عین زمان گوارا نشسته عطسش را می آورد. در پیش نظر رشاد بی اختیار قرص نورافشان آفتاب زنده گردیده دشت های گرم و چشمه های سرد به جلوه آمدند. حتی خیالش که وی از بین پایه های گندم فریاد زله ها را شنید. فقط لحظه، زیرا طبعش همچنان خیره بود. از خصوص صابر به هر گونه اندیشه رفته دلش دشمنی میکرد و از این رو نمیتوانست رنگ‌های وابسته به تابستان و خوشی‌های آن را در تصورات خود درازتر نگه دارد.
آخر برای خرسندی نیز خاطر جمع لازم. لیکن چی علاج که غمی او اندک نیست. زمستان اگر به چنین شست ادامه یابد کمش نصفی رمه نابود می شود. و باز کی گناهگار؟ چوپان البته. همین رشاد که گوسفندان را احتیاط نکرده است، بیخوابی نکشیده است، رنج نبرده است. ولی اگر مال خودش می بود، هر کدامی آن را عزیز دانسته بی شبه جان می کهاند، می تاخت، می بیخت. لازم آید شب و روز در گرد رمه گشته نمی گذاشت که به یگان میش اقلاً آسیبی رسد. همین طور رفت و زمستان به این جانوران بیزبان سخت زهر زند. گناهگار تعیین رشاد است و سلام. کسی نمی پرسد که مدیر فرما کجا می گشت، چه غم داشت، چرا از حال چوپانش خبر نمی گرفت. نه، آسان نه از بینی بالا گپ زدن با رحیمی اکبر. یافت نمی شود در این مضافات شخصی که من هم مردم، مرا هم مادر بدیل و گرده زایده است گفته او را از اسب غرور پایین کشد و زهرش رخنه انداخته درس آدمگری دهد. خودش شاه و طبعا وزیرهایش را برطرف سازد. وجود ندارد چنین شخص، یا باشد هم نمی خواهد به وی سر به سر گردد. زیرا به دولت است رحیمی اکبر. پس در هر حالت به جای او دولتش گپ می زند. به هر کس پول و مالش میدان می گیرد. به این گونه ذات دست دراز برابر شو و قندت را زن. رشاد از میان گوسفندان که بیمدارانه کم کم خاشاک می خوردند، یکی را از جای خیزانده و دیگری را با صوت طبیعی نوازش کرده به مابین قوره برآمد و با نفرت به پیش پایش توف انداخته فرصت ایستاد. بدون اختیار به کوهی بلند فرهاد می‌گریست که تا فراز قله هایش پر از برف بود. به آسمانی گویا میغالود چشم دواند، همان طور پست و تیرفان می‌نمود وی. به تلاطم باد گوش داد، یقین از دمش فرآمدن نمی‌خواست. این بلای طبیعت روز با شتاب گشت میکرد. هنه گفته تاریکی فرا میرسد. حالا که برف نمیبارد، شب البته خیلی خنک شده، قبل از همه شوشی گوسفندان را خدا میزند. گرگ‌ها نیز یک آفت. چند روز باز اوج مستی و تاخت و تاز آن درنده ها. چشمانشان را پرده وحشتزا گرفته، خونشان به جوش آمده، در عالمی غریزه حیوانی خود هرچی بیشتر جولان می‌زنند. این دشتی نه چندان با وسعت را گویا در یک نفس سراسر طی نموده، نه از دمی تیغ می‌گردند و نه از ضرب تیر می‌هراسند. شب گله از آنها در اطراف قوره پیدا شده، برابری سگان هی به غریف آمدند. از گوسفندان بوی گرفته، خود را به چهار طرف انداخته حتی لربه می کشیدند. نحس که در و دیوار قوره بلند مستحکم، وگرنه چند میش را مفت دریده از چند تای دیگرش دنبه می بردند. تا دمی که وی رشاد از کلبه بیرون شده اکک سگان را قریب پخش نموده با تمام آواز داد و فریاد نکرد، با غضب گشته و برگشته به سویشان تیر نکشاد، از گرد قوره دور نرفتند. لعنتی ها، کاش که امشب بشره خونکشان را نشان نمی دادند. او را تا سحر آسوده می گذاشتند. با آنها در هر صورت روزانه سر به سر شدن آسانتر. روزانه چشم به چشم می افتد. چشم که به چشم افتید تیر هم به نشان می رسد. یادآور می‌شویم که شما قصه سنگ در بغل و طوفان نویسنده خلقی تاجیکستان ستار تورسون را از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار یکم، راوی قربانی صابر، کار کارگردانی شیرعلی نغزلی.